در کارتون سیمپسون ها پیشگویی های عجیبی شده است که تمامی جهان را متحیر کرده. یکی از این پیشگویی های عجیب در این کارتون ویروس کرونا بوده که در سکانسی در سال 2010 از چین شیوع پیدا می کند. این ویروس توسط کارکنان چین به تمام جهان منتقل می شود و باعث مرگ زیادی از مردمان جهان می شود و هرج و مرج‌های زیادی در جهان ایجاد می کند. و این درست در سال 2020 میلادی به واقعیت پیوست. درست شنیدید. دقیقاً 10 سال بعد. یکی دیگر از پیشگویی ها در این کارتون در سال 2000 فردی شبیه ترامپ در پریزنت انتخابات آمریکا برنده می شود و او را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی می کند که خیلی برای بینندگان مسخره آور بود. درست 17 سال بعد این هم به واقعیت پیوست. این پیشبینی آنقدر دقیق بود حتی جزئیات آن را هم پیشگویی کرده بودند. پایین آمدن ترامپ از راه پله و حتی افتادن این کاغذ را با دقت نگاه کنید و مقایسه کنید. و حتی متحد شدن آن با پادشاهان عربستان پیشگویی شده که در تابلویی در کنار راه پله به صورت مرموزانه آویزان شده. حال پیشگویی عجیبی در کارتون سیمپسون ها را می‌بینیم که سکانسی از ترور و تاریخ مرگ ترامپ می باشد که توسط چه کسانی ترور می شود و بعد از آن زنی که در تصویر مشاهده می شود رئیس جمهور آمریکا می شود. آن زن چه کسی است؟ در سکانسی دیگر وقتی لیسا از مدرسه به خانه می آید با صحنه عجیبی روبرو می شود که پدرش هومر در حال نماز خواندن با سجاده و مهر به شکل مسلمان ایرانی می باشد، آن هم به سوی مکه. آیا این روش نماز خواندن عجیب نیست؟ آن هم شبیه مسلمانان ایرانی؟ آن هم در کارتونی که توسط آمریکا ساخته شده است. چه پیشگویی از نشان دادن نام مکه و خواندن نماز در جهت کعبه وجود دارد؟ قرار است در جهان چه اتفاقی بیفتد؟ در کارتون سیمپسون ها جلوه‌ای از آخر زمان را نشان می‌دهد که هومر به وسیله اعداد فراماسیون و تابلوی شام آخر داوینچی در حال محاسبه تاریخ آخرالزمان می باشد و پایان هستی را نیز پیشگویی می کند. حال سوال اینجاست: چگونه این کارتون آینده را پیش بینی می کند؟ پشت پرده